سلام، به مکتب کاون خوش آمدید. مکتب کاون با یک هدف ساده ایجاد شده است: کمک به کودکان افغان که در خارج از کشور زندگی می کنند تا با زبان، فرهنگ و هویتشان در ارتباط بمانند. امروز بسیار از خانواده هایی که بیرون از افغانستان زندگی می کنند نگران هستند که فرزندانشان ارتباط خود را با زبان مادریشان از دست بدهند. مکتب کاون صنوف آنلاین جذاب در بخش‌های دری، پشتو، ریاضی و قرآن کریم ارائه می‌کند که به طور ویژه برای کودکان طراحی شده‌اند. در این مکتب معلمان مجرب افغان شاگردان را قدم به قدم راهنمایی می‌کنند تا مهارت‌های زبانی قوی بسازند، در ریاضی اعتماد به نفس پیدا کنند و درک عمیق‌تری از قرآن به دست آورند. مکتب کاون یک محیط حمایتی و جذاب فراهم می کند که در آن کودکان از یادگیری لذت می برند و به هویت خود افتخار می کنند، زیرا در اینجا آموزش تنها یک هدف نیست، بلکه ساختن هویت، اعتماد به نفس و حس تعلق نیز اهمیت دارد. اگر می خواهید فرزندتان در کنار پیشرفت درسی با ریشه های خود نیز در ارتباط بمانند، مکتب کاون در کنار شماست. از اینکه بخشی از مکتب کاون هستید سپاسگزاریم.